سلام. اگه با انتقال تصویر دوربین مداربسته از طریق IP استاتیک هنوزم مشکل داری، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. انتقال تصویر از طریق P2P که اکثرا بلدیم، نرم افزار DVR رو نصب میکنیم. توی مراحل نصبش یه بارکد از ما میخواد که توی منوی DVR هست، اونو اسکن میکنیم، یوزرنیم پسورد هم بهش میدیم و انتقال تصویر انجام میگیره. ولی فرقش با IP ثابت توی سرعت انتقال و امنیت بیشترشه. حالا توی مراحل بعد بهتون میگم. IP ثابت یه IPه که مخابرات یا شرکت ارائه دهنده اینترنتمون به ما اجاره میده. حالا یه مبلغی رو بابت اجاره از ما میگیره. شرکتایی مثل موبینت، آسیاتک یا شاتل که مودم‌های سیم کارتی ارائه میدن، اینا هم برای مکانایی که امکان دسترسی به خط تلفن ثابت نیست میتونن IP ثابت بهتون اجاره بدن و خیلی هم راحت هستن. برای خرید IP ثابت از شرکت موبینت وارد پنل کاربریتون میشید. تو این محیط خرید خدمات، IP ثابت، خرید IP و تو این قسمت خیلی راحت میتونید خریدتون 3 ماهه، 6 ماهه یا 12 ماهه بخرید و تو این قسمت در نهایت نمایش داده میشه. اینجا میتونید البته بخرید IP ثابتتون رو. حالا من چطوری بفهمم IP ثابتم چنده؟ وارد منوی کانفیگ مودمتون میشید. من مودمم TP لینکه. یوزرنیم پسورد مودم مدل مختلف داره. بعضی مودم ها زیرشون نوشته شده، بعضی ها موقع روشن فعال کردنش باید برش تعریف کنید. من اینجا مودم TP لینک، معمولا یوزرنیم پسوردش ادمینه. خب توی قسمت استاتوس که وارد میشید، اینجا IP ثابت منو داره 295.53.125. این IP ثابت نیست. این یه IPه که من مودمم رو روشن کردم و یه IP فعلا دارم. با خاموش روشن شدن مودم IP تغییر میکنه، یعنی این ثابت نیست. ولی با اینم میشه من تا وقتی که مودم خاموش نشده ازش استفاده کنم به عنوان IP ثابت. در کل IP رو حتما بخرید بهتره. میایم توی قسمت ادوانس تا قسمت نت و پیش‌فرضش توی این حالته باید بزنیم روی PVC 0 PVC 2. دو حالت داریم برای انتقال تصویر، یا DMZ یا ویرچوال سرور. DMZ رو که بزنید شما IP NVR یا DVR تون رو اینجا وارد میکنید. IP DVR یا NVR تون رو چطور میتونید پیدا کنید؟ توی قسمت نتورکتون، نتورک DVR قسمت TCP IP هست. من اول DMZ رو توضیح میدم. توی قسمت DMZ اگه انیبل کنید و IP NVR تون رو یا DVR تون رو اینجا وارد کنید، خیلی نفوذ بهش راحت تر میشه. پس اینو کنسل میکنیم. میریم توی ویرچوال سرور. توی ویرچوال سرور ما اینجا پورت براش تعریف میکنیم. IP DVR رو اینجا وارد کنیم، یه اسم براش تعریف میکنیم. توی برندهای مختلف پورت های انتقال تصویر متفاوته. مثلا توی داهوا 3777، توی DVR های XMA 34567 یا توی لانسی مثلا 6000. خب من حالا اینجا DVR لانسی رو دارم. برای انتقال تصویرش پورتش رو میزنم. IP که DVR هم داره توی قسمت نتورک TCP IP، این IP هستش. اینجا واردش میکنم و سیو رو میزنم. خب اینجا سیو شد. یه IP دارم با پورت 6000 شروع و پایانش 6000. پروتکلش هم که آل رو میزنیم، TCP IP جفتشون TCP UTP رو میزنیم و یه اسم براش تعریف کردیم. تا اینجا تنظیمات مودم ما انجام شد. حالا باید بریم توی نرم افزار موبایلمون و موبایلمونم
انجام بدیم. خب مودم رو کانفیگ کردیم، تموم شد، آی پیشو بهش دادیم، آی پی دی وی رو توش فوروارد کردیم. میریم توی نرم افزار موبایلمون، یه اکانت ما میسازیم، اکانت وارد اکانتمون میشیم. حالا مراحل اکانت ساختن هم که دیگه زیاد سخت نیست. توی وارد دیوایس منیج میشیم، اد دیوایس رو میزنیم، آی پی، وارد قسمت XNVR میشیم. توی همه نرم افزارها این قسمت ها هست، فقط یکم تغییر داره جاشون. توی دیوایس نیم یه اسم براش تعریف میکنیم، یه آی پی ثابت که از مخابرات یا موبینت اجاره کردی، حالا هر شرکتی، اینجا واردش میکنی. توی قسمت استاتوس مودمتونم بود. ما اینجا آی پی مون 2.191 125 بود. اینجا از ما پرایوت پورت رو خواسته. خب هم که گفتم پورت ها متفاوتن، ما پورت پرایوتمون توی نرم افزار دی وی آرمون 6000 بود. 6000 یوزرنیم و پسوردی هم که برای دی وی آر تعریف کردیم این قسمت وارد میکنیم و سیو میزنیم. فقط بعد اینکه انتقال تصویرتون رو گرفتید، تنظیماتتون تموم شد، سعی کنید توی همون شبکه‌ای که مودمتون وصله، گوشیتون به اون مودم وصل نباشه، از نت دیگه استفاده کنید، نت مخابرات یا یه مودم دیگه تستشو انجام بدید. دیوایس همو اد کردم، میریم تو قسمت ریل تایم، لوکال دیوایسمون رو تیکش خورده میزنیم و انتقال تصویرمون رو میبینیم. خیلی راحت انتقال تصویر از طریق آی پی ثابت. این آی پی ما آی پی ثابت نبود، آی پی بود که موقت برای ما وصل شده بود، ولی اگه مودم ما قطع و وصل بشه این آی پی تغییر میکنه. پس همیشه آی پی ثابت رو خریداری کنید، چون بهش اعتباری نیست که مودمتون کی ریست بشه، یه وقت بعد قطع بشه وصل بشه، آی پی تون حتما عوض میشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید که روحیه بیشتری به ما میده برای ادامه آموزش. بدرود.